صحبت کرد. نحمده و نستعینه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له و الصلاة و السلام علی رسوله محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. الله ذوالجلال در حدیث قدسی بیان میکند که این وجدتنی وجدت کل شیء. خطاب با بنده میکند که بنده اگر مرا یافتی همه چیز یافتی و این فقط تنی فقط کل شیء. اگر مرا نیافتی پس هیچی نیافتی. گفتی که بعضی از بزرگان گفتن خدا دارم چی غم دارم. یعنی اگر خدا که داشته باشی همه را داری، اگر که خدا نداشته باشه انسان پس هیچی را نداره. می گفتن بزرگا که نوریان مر نوریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. یعنی نوریا اهل قرآن و اهل ایمان و اهل اسلام هر کجا که باشن یک دیگر را دوست می دارن. یعنی حلقه که الحال نشستیم که در فلان ساعت بیاییم در خانه برادر عزیزمون که شرف جان نشست داشته باشیم و البته که با وجود یک قدر نوش و نعمت با برادر عزیزمون قاری علی که چیزی بگیم از خدا و پیامبر، یعنی از سخن خدا و از سخن پیامبر چیزی نگفته نخیزیم. میگه که نور بالای نور می شود. نوریان مر نوریان را طالبند، نوریان مر نوریان را جاذبند. یعنی اهل فاسقا اگر هر کجا که باشه یک رستوران کفتکو میکنن که در همونجا هم رقص باشه و هم بی‌ترتیبی باشه و هم نوشابه های مسکننده باشه و او با جذب یک دیگرشون میکنن و خودشون یک مثلا که سرجمعی دارن. قسم باطلان را میکشند، اهل حق از اهل حق هم سرخوشند. اهل حق از اهل حق وقتی که یک نشست میکنن سرخوش میشوند. و خدا قسم البته واقعا هم همین است که وقتی که سخن خدا را میشنویم، سخن رسول الله را میشنویم، یا پندای حکما را و یا که از بزرگا و هر یک اولیاء اللهی که الحال حضرت داملا شعراشو نخون، وقتی که گوش میکنی همیتا به خود یک فیضی دارن که تمام اعصاب انسان آرامش پیدا میکنن. یک قصه تو نمازشو میخوایم میگیمش. در زمان ملک دینار با وقوع پیوست در باب همین نفرهایی که خدا را یافتن و خدا را شناستن. اصلا ملک دینار خودش یکی از جمله اولیاء الله است، یک ولی خدا است. به خاطر ملک دینارش میگن که در یک کشتی گذر میکردن، یک وقتی در یک نشسته در مراقبه در یاد و در ذکر خدا بود حضرت که یک تنگه در اونجا گم میشه، یک دینار گفتگو میکنن از هر هیچ کس قایل نمیشه. هیچ وقت در یگان زمان دزد نمیگه که من دزدی کردم من گرفتم. گفتم هر چقدر گفتگو میکنن نمیان، بعد میبینن حضرت هم با حضور در مراقبه و در ذکر می هر جونا روش هم میگرفتگی تخب ششتگی حضرت اصلا در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود، در مراقبه بود. بعد اطرافش میان محاصره میکنن تنگه را گرفتی؟ میگه خبر ندارم نگرفتم. و دیگری طریقه که قسم نمیخوره و دروغ نمیگن نگرفتم میزنم. خیلی دوستا یک مشت یک شپوت و شتا و همه قدر دندانو رو میشکنن، تنه همه سیاه و کبود میکنن، با این قدر دلشون تر نمیشود. و حضرت دست پشت میگیرن یک کشتی و میخوانه کم بحر در پرتویانش یک بران هم تا میگیرن دست پشت خوب میزنن و بعد هم تا که میپرتویانش در بالای بحر بالای آب در همتا چخیلی که در خشکه میشینه همیتا میشینن. یکی که میبینن دیگر بسیار میترسن، یک وهم پیداشون میشه. بعد میگن که ای ولی خدا بوده است، کرامات داشته. بعد میگه که همین خواهی گفتم من نگرفتم، شما با یک تنگه مرا این قدر لعت کوب کردین. همین زر و جواهرات و همین چیزای قیمت بها که با شما در کار باشه من دعا میکنم خداوند شما را میتونه. بعد یک دعا میکنم پروردگار را این گویگری که در همین تعیین خمس و بحره و که حکم خودت و یاردم خودت همین را بتمته. بعد هر یک ماهی میگه از همون درون در یک
مثلا بریلیانت تیلو و تنگه و هرچی همین قدر میپرتوین که کشتی قریب غرق میشه. همه در گریه و دود و فیغان که بس اگر میپرتوتنش کشتی غرق میشه. بعد بس میشه و خیر به حضرت بالا بودم قدم زدم تمیه دیگه من خواستم که مرا نفهمیده کرامت ما که وقتی که بشکوش قدم زدم تمیه دوستوی خدا که چی است، نه حجت به کشتی بده نه به حجت به هیچ. اما اصلا هر یک چیزی که مثلا کشفی که در بزرگوی خدا میشه باید پنهان باشه. اصلا دوستوی خدا هیچ کس یگان کشف شه یگان کرامت شه قائل نمیشه، نمیگه همیایی که بعضیش قصه میکنه میره بعد مردنشون فقط میگه، در زندگیشون نمیگن، چون که بگه مرتبه همه خلاص میشن. در زمان همین مولک دینار در نماز جمعه است که یک مجوسی میویه و مسلمان میشه مسلمان میشه. حالا که قصه شایست میگیریم که مجوسی کی بوده؟ یک اکا و دودر بودن. اکاش 35 سال همین آتش خدا گفته پرستش کرده است، یعنی اوستایی و زردشتی و آتش پرستو. دودرش 25 سال. بعد یک روز هرش مصلحت میکنن و میگن که خیلی بیا همین آتش مثال برای خدا بودن و نبودنش امتحان میکنیم، دستمون هر دوم در آتش پیش میکنیم، میگیم که اگر تو خدا که باشی به حرمت همین 35 ساله که یا 25 ساله که من ترای عبادت کردم همین دستی مرا نسوزون. اگر بسوزونه پس خدا نیستی چی نیست. یکی اگر نسوزونه باور میکنیم دوام میتیم کارمونه. خیلی دستاشون رو پیش میکنن که آتش رو که میسوزن. از دینشون از مجوسیگی میگردن، میگه بیاوریم که مسلمان شید. برادری کلانیش میگه خداوند که در تقدیرش کشیدگی نبوده از او وقتی که خدا هدایت نکنه هیچ کس هدایت کرده نمیتونه، نه عالم نه ولی نه شیخ نه صوفی، حتی پیغمبر هم هدایت کرده نمیتونه کسی را که خدا هدایت نکنه. چنان که پدر حضرت علی را هر چقدر که پیغمبر تلقینش کرد ایمان نیاورد، به ایمان از دنیا رفت. اینک لا تهدی من احببت، خداوند گفت تو هدایت کردن نمیتونی کسی را که دوست میداری، هدایت میکردگی فقط الله هست. بعدا اکی کلانش نشید گفت اگر من مسلمان شم میگه این قصور ما قفوی تو رفتین تو یک گمراهی بدای بودن. بعد دودرش میگه که من مسلمان میشم. بعد میآید پیش مولک دینار در کلمه ارزان میکنه در نماز جمعه در بین مردم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله گفتم مسلمان میشه. مسلمان میشه. و بعدا حضرت مولک دینار به مردم میگه که به خاطر کمی یک مسلمان در موضوع چه مسلمان شد ایمان آورد تبریک تهنیتش کنی، همه تبریک تهنیت میکنه. بعد میگه یک چیزی وردم شدی. بعد مردم یک تنگه و دو تنگه و یک جومه و یک پاپوشی و همه قدر میپرتونه که یک توپ میشه. بعد نماز میگه که یورا بگی، میگه برای چیه؟ میگه به خاطر که مسلمان شده مردم هدیه دادن. بعد میگه که من دین ما و دنیا نمیفروشم، یگون تنگش نمیگیره همشه در مسجد میبخشه. خانه میگه خیلی تشنه و تشنه هم هیچی نیست. بعد میگه که خیلی خوب مسلمان شدی بسیار خوب، اما روزگار هم بردن در کاره. روزی دیگرش میره در مرد کار بزرگ میشینه، در همونجا میشینه که هیچ کس نمیبرش کرده. تو نصف روز همیشه میاد در یک همون ویرانه بوده است بیرون شهر چوردیولی در همون پیشینش میخونه و همین قدر گریه میکنه بعد پروردگار او وقتی که خداوند شناخت رو به خدا آورد. خدایا فقط همین این قدر سال من از تو بیگانه بودم، خدایا این قدر سال من دشمنی تو بودم، خدایا این قدر سال من مبارزه بر مقابل تو بودم، امروز رو به تو آوردم، امروز بخشش میپرسم، طلب مغفرت میکنم. هر قدر میگریست که بعد بگه کشید خونهش اومد که زن فرزنداش دیدن خولی رفتن که خیلی باش نیورد یک مسلمان شدیم ما هم مسلمان شدیم سیاه خوب و خیلی بعد مسلمانی با خوردن و پوشیدن در کار زندگی در کار. بعد هم تا به زبانش اومد که یک خوجه این در کار کرده ایسان و مزمه بعد میتوالی با روزی دیم رفت. اگه این روزی همه سه شنبه بوده است، با روزی چهارشنبه رفت تا نصف روز ایستاد هیچ کس نگرفتش. امتحان پروردگار را ببین که در همه اسلام آوردگیش که هم ایمانش قوی هست یا نه. با روزی چهارشنبه هم ایسته که هیچ یگان گپ خبر نی، با میاد در همون چهاردیولی گریه میکنه، با رو به خدا میاره، با بگاهی می خالی خالی.
با زن فرزندش چی شید؟ میگه خوجایی گفت که مزتا بعتر میتم همین یک وعدهشو میتو روز پنجشنبه هم تا با روز جمعه هم خیلی میشه میسته تو جمعه هیچ کنه میگهش بعد میره بعدی نماز جمعه را میخونه بوی قدر در همون جوی بدگیش گریه و زوری میکنه و بعد رهدم میگه که 4-5 روز زن فرزند همه کشنه و تشنه بعد رهده یک ریگه قدر میگیره که در یک نمولکش میگیره و در یک لنگی میگه یا که لوکی میگه نموده میگیره و همین تا در پیش میمونه و باید میگه ای دورم که ببینن میگن اول گندم واردیسه یا ارد واردیسه همون را میگیره و میویه یا در درات نوسه این خیلی قیس واردگیه بعد میگیرش و پیش خونش نزدیک میشه که تا بوی طعام یک حیران میشه میگه که همین خونه ما بوشه میگه ای تا بوی گوشت و بوی طعام اومده سیدهجا در بوی میکنه که خیلی هم کودکسان خرسند داو توز گیر و گیر همین وقتی خش دودی طعام در حولی برومندگی حیرون میداره در این درده میشه که زنش میدن بیو خیلی بسیار با وقتی خش بعدا زنش نزدیک میشه بعد میگه که چی پیدایی خونم بعد میگه که همون گفتی همون چند روزی که کار کرده خوشی این مزد بعد میتن همین روز 10 نفر اومدن همین تا در شتر و ارد و گندم بار کردگی و همین چیزو را گرفتن آوردن یک تاش در دست یک طبق پر از زر تیلو بولوش و یک مندیل و یک چیز پیچوندگی و آوردن دادن گفتن که شوهر تا بگو که هم خدمت شکل کجا بو سخت‌تر کنه مورا خوجایی فرستو همین رو آوردن دادن خیلی نون او کردیم تمام کردیم همه بی پروا گفتی سه بعد در همون لنگیش در دهنی در میمونه و یک سجده شکر میکنه رو با قبلم تا یک سجده میکنه و دعا میکنه بسوی پروردگار این قدر سال من آتشم از بیهشی و از نادانی و از جاهلی آتش خدا گفته گشتم خدایا ای با چند روزی که من مسلمان شدم این قدر با من عطا کردی گفتم نمیته گریه میکنه بعدا او لنگیش میگیره زنشو بردن میگیره به طرف انبار که میگه کجا میبری او را نبر میگه او را اگه ریگش پر کمی میگه برای چی نبرم من بردم میبرم خیلی میگه او چیزی میگفته میبردگی تو نیسته چخیل میگه نیسته این خویش میکنه گندم شده قدرت خداونده نشونش میده بعدا میگه همون زروی که در همون لگن آوردگی بود یک